السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. در هر گوشه و کنار از افغانستان و جهان هستین. بهترین ها را برای همگی تان آرزو میکنم. قسمی که شما میدانین که در این چند روز است که در صفحات اجتماعی عکس ما و شوهر ما را پخش کردن و در موردش نظریات دادن. خب تشکر از اینکه وقت گرانبهایتان بر ما دادین و درود بر منطق و عقل و درایت شما. اما در قسمت از اینکه شما مرا گفتین که به خاطر پول و یا به خاطر پاسپورت خارجی ما برای اونا ازدواج کردیم، این را میخوایم بر شما بگویم که قبل از اینکه همین نفس ما در زندگی ما بیاید، من قلقل بشید یک دقیقه قلقل نکن. قبل از اینکه نفس ما در زندگی ما بیایم، من خودم به عنوان یک زن فعال خودکفا بودم و کار داشتم، وظیفه داشتم و در هیچ وقتی با کمبود پول و یا با مشکلات مالی روبرو نبودم که به خاطر پول و یا دارایی من این شخص گرفته باشم. و در ضمن این رو بر شما بگویم که نفس من هیچ وقتی او قسمی که شما فکر میکنین پیسه‌دار یا پولدار نیست، یعنی هرگز قسمی که شما تصور دارین نیست. اما بسیار از شما یک بوجه پول در بغل ما دادین و تشکر از اینکه چنین آرزویی کردین. امیدوار هستم که آینده ما به همین بوجه های پول برسیم و دعای خیر شما باشه. همین عکس ها را که از هوش مصنوعی جور کردیم یا هر طریق جور کردیم، من را به فال نمیگیرم. امیدوار هستم به زودترین فرصت به همین دارایی و ثروتی که شما در فکرتان و در ذهنتان است ما برسم. و در قسمت دوم که مربوط به پاسپورت خارجی می باشد، من خود ماستری خود در کشور ترکیه گرفتم و در اونجا در ضمن ما یک سلسله اسنادایی داشتم که میتونستم از طریق اسناد به کشورهای دیگر راه پیدا کنم برم، اما خودم نخواستم. بنابراین هیچ وقتی به خاطر پاسپورت خارجی تصور نکنیم که ما ازدواج کردیم. ازدواج از ما قسمی که گفتم سخنرانی مرم ببینیم یک جنبه فراتر از این چیزا داره که به نام عشق و یار خوب و همسفر خوب در زندگی است که ارزش زن را، یعنی ارزش ما را به عنوان یک زن بدونه و درک کنه و احترام به زندگی ما و به ارزش های معنوی و اخلاقی در زندگی ما قایم باشه که دور از همه مشکلاتی در زندگی ما پیش بیاید. خدای نخواسته هیچ دلیل دیگه، هیچ مورد دیگه در زندگی ما وجود نداره و انشالله که همیشه دوام پیدا میکنه. انشالله شما میبینین که در کانادا هم ما در کنار یک دیگه خود انشالله خوشبخت زندگی میکنیم.